سلام دوستان نازنین، خدا کنه جور و صحتمند باشین. بعد از مدت ها بازم خوش آمدین به یک ویدیو پک اوپنینگ دیگه و یک ویدیو خیلی مهم. بغیر از پک اوپنینگ یک ویدیوی جایزه دار، یک ویدیو خیلی خفن. انشالله که جور و صحتمند باشین. در این ویدیو میخواستم بگویم یک ویدیوی جایزه دار است و مهمتر از همه میخوایم تکنیک منیجر مودی که خودم استفاده میکنم خیلی عالی است، ازش راضی هستم. به شما نشان بدم، خدا کنه شما استفاده کنین و ازش مستفید شوین. و چند نکته دیگه. اول از همه ویدیو جایزه دار گفتم میریم، میخوایم بگم که امی ویدیو بخیر تا ایونت توتس، امی ایونت و ایونت توتس تا هفته آخرش که 4 هفته است. مثلا هفته آخرش تا هفته آخرش اگر 200 لایک و 1000 ویو به بالا خورد، به 2 نفر استار پاس جایزه میتیم و به 1 نفر 400 افغانی کردیت. شما هم زیر امی ویدیو آیدی تان با نام گیمتان کومنت کنین و بخیر ایونت توتس باز تا آخر ایونت توتس اگر اینقدر لایک و یا خورده بودی ویدیو برای شما قرعه‌کشی میکنیم و جایزه تانه دفعه آخر تقدیم میکنیم که مستفید شوین از جایزه ناشیز ما. و بعد از اون دیگه نکته اصلی که باید آیدی تان چک میشوه و باید لیولی گیمتان از چی با بالا باشه، از 20 از 20 سی با بالا باشه، چون آیدی تازه جور میشدگی باز ارزش نداره، شانس برای با دوستا کم میکنه. و از خاطر بعد از او میریم سراغ ازی توکینا که براتون میخوایم بگویم. این توکینایتون اصلا مصرف نکنین و اینجا مثلا یارا فعلا نخرین. توکینا خیلی مهم است، باید روزانه ایره بزنین. من خودم هم چنان میزنم از طرف شب و اینجا هم ریفریش نکنین چون هیچی نمیده، هیچی، کلش ناقه. این توکینا خیلی مهم است، میتونین آخرای چیز با این توکینا کارت بخرین و تیم بچتان بالا ببرین. و بعد از اون میریم سراغ تکنیک منیجر مود. خب بریم تکنیک منیجر مود که من خودم استفاده میکنم و ازش خیلی راضی هستم. من روزانه شاید 5-6 مچ بزنم، من زیاد نمیزنم که ایرم به این نتیجه میبینین که میبرم. شکر نباختیم. و به نکته بعدیش اشاره کنم به حساب تکنیک منیجر مود. ترکیب اصلی ما ایستنده تکنیک منیجر مود چیسته. نکته اصلی که شما 100% باید بعد از دقیقه 55 تعویضی داشته باشین. 100%. کیا را تعویض کنین؟ کسایی را که دفاعتان و قطع گولکیپرتان کار نباید بگیرین. شما میرین سراغ 3 تا مهاجم و 3 تا هافبک. اگر 100% حتما 1 تا یا 2 تا هافبک شما نمرهش از 6 پایین نمی باشه. مثلا من در یک مچ میبینم که نمره بیکام 6 پایین است و نمره گولیت و جیرارد 6 است. یار تعویض نمیکنم گولیت و جیرارد، فقط بیکام در جایش. اگر عقب بودم ویتینیا را میارم، خوب هجومی است یا خوشم داد کاکا را میارم. و اگر مثلا نمره امباپه از 6 به پایین بود، 6 فیکس هم که بود، باید تغییر بدین چون مهاجم است. و یا جینولا یا شیفچینکو نمره هر کدامش که پایین بود شما باید از 6 پایین بود تغییر بدین. خصوصا کسایی را که گل زده بود، پاس گل داده بود، نمرش بالا بود، هیچ وقت تغییر ندید. دقیقه آخر هم که بودین، دقیقه 80 که بودین، حتی زرد و سرخ هم شد، اما چیزی روش هیچ وقت تغییر ندین. و دیدین که دفاعتان کمتون عملکرد ضعیف است، جایشان تغییر بدین. مثلا 2 دفاع وسط جایشان این شده طرف و شده طرف ببرین و یا آفکایتان میتونین اقسم جایشان تغییر بدین. و 100% این 3 تا تغییر داشته باشین که نکته حیاتی منیجر مود می است. و بعد از اون تکنیک من در اکثری وقت در 4-3-3 هولد استفاده میکنم و بعضی وقت هم اکثری وقت در 4-4-2 و دیگه در
این ترکیب استفاده میکنم 4 1 2 1 2 این ترکیب استفاده میکنم. تعویضی باید داشته باشه. من جنرال رو دیل ام ماندیم در حالی که میتونم چی را کنم تغییر که خواستم تغییر بدم وینی را میتونم اگر دیدم که جینلا نمرش خوب بود امباپه نمرش پایین بود وینی را در جای امباپه میبرم گرچه وینگر چی نیسته مهاجم نوکم نیسته میمانم به هر صورت. و دیگه از چی ترکیب دیگه استفاده میکنم این ترکیب استفاده نمیکنم با این ترکیب همین سه ترکیب من استفاده میکنم و نتیجه خیلی خوب گرفتیم. میریم سراغ تکنیک ما رو میبینین این هسته خدا کنه دقت بگیرین و میریم روی دفاع ما این هست. خب خدا کنه از تایی حد از ویدیو راضی بوده باشین دیگه. بریم سراغ پاک اوپنینگ ما ببینیم چی میده. تا اونو جایزایش نگرفتیم. خب بریم. من خیلی با آفبک نیاز دارم. تیم وینگر کلا فول است. اول میریم از اولینش از 1 تایی نه از 5 تا تکی شروع میکنیم. خب بسم الله. چی میته برای ما؟ هیچی. دوم تکی مثل همیشه هیچی. سوم تکی تا 3 نشوه بازی نشه. خب بریم یک نفهم گرچه فایده نخواد داشته باشه. خب ما بازم این کارا رو میکنیم ناقلیه دیگه. خب 18 شد دیگه. بس بریم میبینیم چی میتم. توکل به خدا. چیزی لازم ندارم خب بخاطر یک چی مرا خیلی چیمه بیل گرفته و سبوزلای. خب 5 شد فکر کنم. خب 2 تا دیگه میزنیم بخاطر که پنجمی دومی آخره ببینیم چی میده. اینجا 5 430 شد. ببینیم کی را میتن. انگلند آرسنال کی را سال 14. خب میریم سراغی داتایی اول که بازم هیچی دیگه 470. اسپانیا اتلتیک مادرید لیکس کی بود هیچی. بازم بعد از او میریم یک 4 تا تکی دیگه بزنیم چی میده. کدام 114 کردت بایدرازی سلوت دشمنی کیره بارسا. خب بازم یک داتا دیگه. او خوب بالا رفت خدایا رفت 100. نه چی رفت نه چیزی را که میخواستم جون چی یک بار دیگه میره ببینم باید. واو مره یگانه کارت که اینجا چشم گرفته نه بیله نه دیگه کیه یک دفاع جوره اگه بگیرم چی شود. خب مره ویدیچ چی دفاعی هسته خدایش مره خیلی خوشم میاد دفاع.
یک دستایی بالای از این میزنیم. توکل نه، اول اینجا یک دو تا تکی میزنیم. توکل ما به خدا که چی میته. یک تکی چی. خب برای از اینجا مارکت 30,000 بگیریم. وقتا بازیم نمی کنم. اینجا چی داده برای من؟ 5,000 که داده. بازم خوبه. یک دتایی دیگه اینجا میزنیم. ویدیچ هیچی نداد خدایش دیگه. کلان که بالا میرسی بالا میره هیچی به درد نخوره. اینجا یک شانس ما را امتحان میکنیم. یک دتایی زمین. توکل ما به خدا. لند هیچی دیگه چرا رقم شد رنگ ازی تغییر کرد. خب اینجا میریم چند تا چی میخرم. نه اینجا تکی میزنم. یک تکی هیچی. دو تکی هیچی. سه تکی بازم تکراری برو میلیم بیخی مرا دل مباد کرد. بازم یکی دیگه 60 چند بود 130 بود 30 رو بالا رفت. کجاست سپورتینگ تیم بجی من بالا برم بس دیگه. خب این هم بود ویدیوی امروز ما دوستا. خدا کنه از ویدیو خوشتان آمده باشه. من هر رقم شوه اینجا کیره میگیرم. آل جناب که کجا رفت. ویدیچ دلها را باید اینجا بگیرم. ویدیچه میگیرم. فورلان مزش نیست. به چقدر دارم؟ آزاردم دارم. اینجا سلیبا رو مترف میکنیم با این. اینقدر دیگه دارم یاره تغییر میتونم. میشه رو طرف کنشن میشه. بازم میتونم گرفتن. ویدیچه بگیرم. به ترکیب بانم خیلی عالی میشه. دیگه این هم بود ویدیو امروز من. خدا کنه از ویدیو خوشتان آمده باشه. آیدی تانه کومنت حتما بکنین. شما رو به خدای پاک میسپارم. قدر سلامتی دانه بدانین. وقتی کتان خوش. خدا نگهدار.